برمیگردیم به تاجیکستان. کارخانه تولید آلومینیوم تاجیکستان تالکو نهایت انتظاری بسیار ساله خود را برآورده ساخت. با مبلغ‌گذاری یک شرکت دولتی چین در دام 2 سال آینده این کارخانه نوسازی می شود. سودشنامه در این رابطه ماه اپریل امسال در پکین امضا شده 15 میلیون در ملاقات رهبران تاجیکستان و چین در دوشنبه به تصویب رسید. همکارم عبدالله شورف جزئیات این سودشنامه را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام و نخست بگو که برای نوسازی تالکو چینایی ها چند پول میدهند و پس از نوسازی تا چه حد ظرفیت تولیداتی تالکو افزون می شود؟ سلام شهلا. شرکت چاینا مشنری انجینیرینگ کورپوریشن 545 میلیون دلار به تالکو سرمایه گذاری می کند و با این پول برقرارسازی خط آلومینیوم را در حجم 300,000 تن پیش بینی شده است. ایگور ساتوروف رهبر بخش روابط با جامعه در شرکت تالکو در صحبت با رادیو آزادی گفت در این کارخانه عین حال 96,000 تن آلومینی خام استحصال می شود و امسال کارخانه نیت دارد استحصال آلومینیوم را 20% بیشتر کند. به اطلاع او در دایره سازشنامه نو 2 سیخ کارخانه پورا نوسازی شده، در آنها در مجموع 428 دگ نصب می شود. ایگور ساتوروف گفت پس از نوسازی کارگاهی نو اقتدار تولیدی تا 300,000 تن آلومینی را خواهد داشت. صرفه برق هم خیلی بیشتر می شود. حالا در یک دیدان برای تولید 1 تن آلومینی حدودی 23,000 کیلوولت نیروی برق مصرف می شود، ولی دیگدان‌های نو تنها 13,000 کیلوولت برق مصرف می کردند. خب چرا تالکو به نوسازی احتیاج پیدا کرده است عبدالله و منفعت چین از چه عبارت است که این مقدار سرمایه هنگفت را به تاجیکستان می دهد؟ شالا کارشناسان میگویند ضرورت نوسازی شدن کارخانه تالکو که هنوز سالهای 70 بنیاد شده است موضوع بحث دیرینه است. با وجود نوسازی شدنش این بخش صنعت از گروه استحصالات افلاس به شمار می رود و از این رو چینایی ها که با مشکلات محیط زیست دست به گریبانند منفعت دارند که این گونه صنعت را از خاک خود بیرون برند و در خارج آن را فعال کنند. این اندیشه را به رادیو آزادی 2 کارشناس مستقل بیان کردند. یکی از آنها کارمند سابق روسال شرکتی عظیم آلومینیوم روسیه است که با شرط فاش نشدن نامش گفت ادعا در مورد از جهت اکولوژی بزیان و یا کمزیان بودن تکنولوژی های چینی درست نیست. او گفت مقصد اساسی چین این است که صنعت را که هوا را زیاد آلوده می کند از قلمروش بیرون برآورد. خب فهما و تشکر عبدالله برای صحبتی فراگیر.